سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده ها. در قسمت سوال شما باید بگویم که اداره عالی تفتیش 100 ساله میشه. تقریبا در سال 1300 این اداره ایجاد شده و در جریان همین 100 سال تحت نام‌های مختلف دیوان محاسبات، اداره کنترل تفتیش، اداره عالی تفتیش مسمى بوده و کارهای خود را در مراجع سکتور ما به پیش می برده. صلاحیت ها و وظایف اداره عالی تفتیش در قانون اداره عالی تفتیش تسجیل یافته، بخصوص در ماده های 5، 16 و 17 که مطابق به قانون اداره عالی تفتیش، اداره عالی تفتیش یگانه نهاد بازرسی کننده مراجع سکتور ما در سطح کشور می باشه. این اداره صلاحیت تفتیش تمام مراجع سکتور آمار را داره. ریاست دفتر رئیس جمهور، اداره امور، دارالانشای شورای ملی، آمریت قضایی، قوه قضاییه، ادارات بودجه‌ای مرکزی و محلی، شاروالی‌ها، تصدیها، کمیسیون‌ها و ادارات دولتی مستقل و واحدهای مربوطه آنها در مرکز و ولایت و همچنین نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از کشور را بررسی میکنیم. ما مساله پلان تفتیش خود به اساس قانون اداره عالی تفتیش ترتیب میکنیم و از طرف مقام اداره منظور میشه. پلان ما در مجموع در حدود 500 تفتیش را در بر میگیره که همین شامل 3 نوع تفتیش میشه که تفتیش عملکرد، رعایت قوانین و مالی. که ما در سال گذشته با وجودی که سال کرونایی بود و قرنطین بود و به اداره تفتیش هفته 2 روز اجازه بررسی را میداد، ما تانستیم در حدود 50% پلان تفتیش خود تطبیق بکنیم. که ما یک چند تفتیش را از او که ما چند تا بررسی کردیم، تعدادش هم براتون میگم. ما در حدود 167 بررسی را در مراجع بودجه‌ای مرکزی و محلی انجام دادیم. در ادارات بودجه‌ای 157 میبخشید. و ما تقریبا 9 تفتیش مالی را در شرکت‌های دولتی سال گذشته انجام دادیم و بیشتر از 100 تفتیش پروژه‌های عامه یا پروژه‌های ساختمانی را ما تانستیم در سال گذشته 40 تفتیش پروژه‌های عامه پروژه بانک جهانی را تفتیش بکنیم. 8 تفتیش عملکرد انجام دادیم و ما همچنان بررسی مصارف کرونا را در 9 ولایت به شمول کابل انجام دادیم که گزارش‌هایشان هم به مراجع مربوطه ارسال کردیم. و در مجموع که ما به گونه توحیدی اگر برای شما بگویم که مراجعی که شامل پلان ما بود تقریبا 50% تفتیش و تفتیش‌های الزامی ما 100% تکمیل شده. ما چند تفتیش الزامی داریم که مطابق با قانون امور مالی و مصارف ما و قانون اداره تفتیش او تفتیش‌ها باید انجام شود که تفتیش قطعی یکی از اونها است. ما تفتیش قطعی سال 1398 را سال گذشته انجام دادیم و گزارش هم نشر کردیم و در وبسایت ما هم موجود است. و همچنان تفتیش پروژه بانک جهانی که یک تفتیش الزامی است، ما او تفتیش را تکمیل کردیم و گزارش‌هایش به بانک جهانی و مراجع مربوطه روان کردیم. ما بر علاوه تفتیش‌هایی که شامل پلان ماست، ما بعض بررسی‌ها را به اساس هدایات احکام و فرامین رئیس جمهور نیز انجام میدیم. که اگر مجموعی ما بر شما بگیم در سال 1399 ما در حدود 50 تفتیش را به اساس هدایت رئیس جمهور انجام دادیم که با تمام گزارش‌هایشان را به مراجع مربوطه ارسال کردیم. مقام عالی ریاست جمهوری، پارلمان، مراجع مربوطه و سایر ذی‌نفعان گزارش را بگیریم. بخصوص برای مردم یک چیز ما برای تمام هموطنان خود میگم که شما به وبسایت اداره ما سر بزنید. در اوج ما گزارش تفتیش برای شهروندان داریم یا سیتیزن هاوس ریپورتس. ما وقتی گزارش قطعی را نشر میکنیم گزارش تفتیش برای شهروندان داریم. ما وقتی که گزارش های عملکرد نشر میکنیم گزارش تفتیش برای شهروندان داریم که شهروندان گزارش ببینن، بخوانن و از اجراءات حکومت و از اقداماتی که صورت گرفته و از اجراءاتی که داره تفتیش کرده با خبر باشه.
بر علاوه اداره عالی تفتیش در وبسایت خود یک پورتال را ایجاد کرده که در اوج شکایات شهروندان را دریافت میکنه. هموطنان ما میتونن در صورتی که شکایتی در رابطه که مربوط به حوزه کاری اداره عالی تفتیش باشد داشته باشند، در وبسایت اداره ما مراجعه بکنن، شکایت خود را ثبت بکنن، اداره عالی تفتیش به او رسیدگی میکنه. همچنان ما صندوق شکایت داریم، میتونن شکایتتان در اوجه هم شما بگذارین و ما برشان رسیدگی کرده میتونیم. و یک مورد دیگه که بسیار مهم است، ما تفتیش مشارکتی را انجام میدیم. ما در تفتیش مشارکتی خود به نمایندگی از مردم نماینده های جامعه مدنی و رسانه‌ای را در پروسه تفتیش عملکرد دخیل می‌سازیم و نظریات آنها را در بررسی های خود شامل می‌سازیم. ما به عنوان یک اداره تفتیش یا یک اداره عامه خود را مسئول و حسابده به مردم می‌دانیم و به همین منظور ما تفتیش اداره خود را سال گذشته انجام دادیم. یعنی امور مالی و حسابی سال 1398 خود را در 99 انجام دادیم. گزارش اجراعات، فعالیت ها و تفتیش اداره ما یا نتایج تفتیش اداره ما در وبسایت اداره ما موجود است. ما از تمام هموطنان عزیز خود تقاضا میکنم تا به وبسایت اداره عالی تفتیش مراجعه بکنن و از اجراعات، کارکردها، دستاوردهای اداره عالی تفتیش بخبر شوند.